جدید ترسم فکرم یکی داره میاد. بچه ها امروز اومدیم پارک سرخسار، یعنی اومدیم جدید اومدیم. اون ویدیو قبلیه بود، این بالا عکسشو براتون میذارم. رفتیم گفتم میریم تونل براتون ویدیو میگیرم، یادم رفت، ولی امروز اومدیم که بریم براتون بگیریم. الان مانی هم هست، بذار دوربینو. چه خبر؟ مانی نیکوزاده هستم، به همراه نیما پری اومدیم بریم تونل. آره الان یکی هم از کنارمون رد شد، میخواستیم بگیریم. بچه ها تازه از یادم خواهد تو سره دوچرخه همون چی کنیم خواهد بریم. بچه ببخشید دیگه دوربین داره میلرزه به خاطر اینکه کنترل نداریم. آره ادیتور اینجا رو آهنگ بذار با سرعت هم بکنیش. بریم. DJ um aqui vai mandar pras piranha do bucetão, as piranha do bucetão. O DJ Udi brincando de fazer putaria. DJ vilão que lançou. و بچه ها رسیدیم تونل. اینجا تونله، یادتونه گفتم بچه خدا کنه کسی اونجا نباشه. کسی باشه آخر ویدیو که داشتیم میرفتیم براتون میگیرم. تا غروب هستیم، تا ساعت 6-7 هستیم. بچه ها کسی بود شرمنده نتونست. Essa virou hit, Novinha safadinha, novinha safadinha, safadinha. Então vem cá mamar, que eu sei que tu é galinha. Então vem cá mamar, 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 vem cá mamar. بچه ها دوچرخه تا حالا براتون فیلم گرفتم، یعنی اینکه نشون دارم رسیدیم. این هم دوچرخه منه. بفرمایید. خب بچه ها الان تو کامنت ها بنویسید که حتما تو رو خدا بنویسید، چون اگه ننویسید من رویه نمیگیرم و نمیتونم براتون فیلم بگیرم به خاطر اینکه خب رویه ندارم. لطفاً لایک کنید، لایک ها رو تا 100 تا برسونید. حالا 10 تا رسونیدم خیلی خوبه، چون من اول ویدیو حداقل 10 تا برسونید. به من کمک کنید، زندگی من بر فنا داره میره. کل زندگیمو گذاشتم برای شما، خیلی نامردی داریم میکنه. لطفاً لایک کنید، لایک. و چرا سابسکرایب هم بکنید، زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم حتما از همه زودتر با خبر میشه. و بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. اینو باشه. بچه داریم میریم بالا. اینجا رو فکرم یادتون باشه همه. و بچه ها خیلی الان خوب و راحت دارم با شما صحبت میکنم. قبلا انقدر خجالتی بودم، یواشم میرم که باد نزنه. بریم اون بالا با هم دیگه صحبت کنیم. ادیتور ساعت ویدیو رو زیاد کن. DJ ZDK é o brabo da putaria. بچه ها رسیدیم و میخوایم با سرعت بریم پای. اینجا میخوایم با سرعت بریم. واه اتوبانه. اینجا میتونم اتوبانه بگیرم. نه راستی بچه ها زمین فوتباله، یادتونه دیگه؟ فکر کنم الان کسی بازی نمیکنه توش. نکن زده هنگام دوچرخ سواری استفاده از کلاه ایمنی الزامی است که ما نداریم. اینو چند سال زدم ولی هیچکی بهش توجه نمیکنه. تازه بچه‌ها پارک سرخسار خیلی باله. تو 22 چرخ سواری بلوار روز و نمیدونم همچین چیزا داره، اسم خیابونه مثلا و
مانی هم که اینجاست دقیقا پشت سر من با این دوچرخه نانازش. بریم پایین. بچه ها رسیدیم. چرا FBI ورود نمیکنه دهن اینو ببنده؟ ببین چقدر قشنگه این پارک. اصلا شما میتونی ببینی که این پارک انقدر زشت باشه. راستی بچه ها داریم جوجه درست ویدیو قبلی کباب بود، الان جوجه است. بچه ها لطفا تو کامنت بچه ها اگه حتما شکم تو سیر باشه، اگه میخواین این تیکر ببینید بزنین جلوتر. میگم تا کجا بزنین جلوتر. بریم بهتون نشون. بچه ها جوجه. آیا ایشون دایی من هستن؟ آیا شما حاضر هستین قیافه شما تو یوتیوب دیده بشه؟ نه؟ چشم. از صورت شما نمیگیرم. زیاد من از شهرت خوشم نمیاد. مثل رونالدو. کلی دارم زحمت میکشم برای این ویدیو. آره. نمیخواین لایک کنین، نمیخواین ساب کنین. بچه دختر خواهی میخواد دوچرخه هم ببره. چرا میخوای ببری؟ بگیر ازش. برو سوارش. این بگیرم. حاضر هستی صورت شما تو یوتیوب دیده بشه؟ حاضری؟ خب بیا ببینم. به بچه نگاه کن. نمیدونم این دنده واسه این دنده 6، اینجا دنده 7 زده. حتما تو کامنت بچه این چقدر بزرگه. فکرم سنگین باشه نه؟ اومدن دارم فوتبال بازی کنم. برش داشت گذاشتن این دروازه‌بان فوتبال بازی کنن. بذار بردار. خیلی سنگین ها. برو اون نکن زدم. خیلی سنگینه. محتوای ویدیو آخه جنبه مثبت این ویدیو چیه؟ جنبه سنگینی داره. کی میخواد برداره؟ بچه من یه دستی ببین از من بگیر. نکن اون بردار. بچه بنازم. چرا الان میاری تو میخوای بکنی تو حلقه بیا. آبک دوربین بردار خوبه هم دیگه. آره دوربین بردار خوبی. تو دهن یارو داری میاری میخوای گیشه. بچه گیشه یعنی چی؟ من بنویسی. گیشه اون از اینجا رد میکنیم. چه بینوزم دیگه مسخره بودم. بذار بیاره دوچرخه‌مو برد دیگه. دوچرخه‌مو برد. بچه ها میخوایم نهارم براتون بگیرم. نهار دواه.
چیز بچه دوربینو داشت نکن چرا زوم میکنه داشت نه تو هر قیافه من ازش میکنه بچه ازش میکنه اسم این چیه؟ من میگم بلند بلند ان میاد میفهمی دوچرخه هم برد میفهمی یا نه؟ پیاده چطور پیاده سعی کنیم بیشتر از قیافه خانواده نگیریم چون خدا وکیلی اگه شب باشه شب نباشه با این دوچرخه یکم دور بزنیم سر چیه؟ رها اومد بنازم دوچرخه هم بده دوچرخه هم میدی یا نه؟ نگاه کن از این هن دوست 2000 years later. بریم اونجا برفش باور میکنی؟ قبل اینکه رفت برو پلیس امنیتی برو رفت خفه شو با این دوچرخه ببین دست نرزا بچه ها میخواد دختر خالم ویدیو بگیره از این بعد هم ویدیوهای بیشتری با دختر خالم میگیریم حتما لایک کنید باید تو سرت کنم بچه ها لایک تا بیشتر برسونید با دختر خالم ویدیو میگیریم یا چالش میگیریم چالش سری اسکوله بچه اسکوله حالا خوشم قبول داره دوچرخه نه یعنی چیز خیلی بده نداره ویدیو گرفته کلی دارم زحمت میکشم بچه ما داریم زحمت میکشیم مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم مانی سلام بچه من کلی دارم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده خوش میدی لطفا لایک کنید آره بیا بچه منم لایکش میکنم برو خدافظ بچه اون لایک نیست این لایک کن سابسکرایب کنید دیگه زنگوله رو بزنید زنگوله بزنید هر وقت ویدیو ببین لایک کنید ساب کنید که هر ویدیو میذارم همیشه بیاید تو اشتراکو شاید ویدیو کوتاه هم بذارم بابا نکن اون شکلی جنبه نداره بدامم برو حتما زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشته بری مانی روبانی آقا من اینو کمک میکنم میخوای درش بیاری؟ دوربین ننرزون بچه ببخشید دیگه اگه داشت دوربین داره دیگه 500 تا گره زده خب برو برم میرم تا اون تا برمیگرد مانی تو هم برو ولش کن ادیتور صدای اینو خفه کن من تا جایی که بتونم میدونم با تو بودو الان میتونی بودو بیا گوشی دست خودت اینجا رو ببین بچه من تلچه خالت نیستم بیا بچه ها دیگه ببخشید اگه دوربین داشته کن میخورد به خاطر این نه فرکو مانی فرار کن بچه ها دوست بود داره میاد
بچه ها بریم براتون ویدیو بگیرم. Several bad puns later. بچه ها رسیدیم. نمیدونم چیکار کنم که بهمون خوش بگذره. بچه ها حتما اگه لایک کردین تو کامنت های چیز انگلیسی بنویسید که لایکاتون نپره، چون یوتیوب یه کاری میکنه که لایکاتون میپره. فکر میکنه شما ربات هستین، چون تو ایران ربات خیلی زیاده و بعد شما رو پای میکنه چون فکر میکنه شما رباتین و ویدیوی منو میخواین چیز کنین. نه ببخش سابسکرایباتون رو میپرونه، اشتباه گفتم. فکر کنم هر تاشون میپرونه، نمیدونم. بچه ها او بستنی، بچه ها بستنی. بچه بریم از جوجه ها بگیریم. A few moments later. بچه ها لایک کنی، ساب کنی و تو کامنت ها بنویس که از این ویدیو خوشتون اومد یا نه و تو ویدیوی بعد و قسمتی بعد بدرود.